ассалому алайкум шунавандагони арҷманд. гуфторамонро аз силсилаи хониши адабӣ оғоз мекунем. ҳоло гуфтори панҷумро аз рӯи достони нависанда шераки Ориён ишқи осону мушкил дар қироати ҳунарманди халқии Тоҷикистон Қурбони Собир бишнавед. шераки Ориён. ишқи осону мушкил. ишқномаи саттор баҳман. باز چیزی دیگر بود. یعنی امثال پیشین با سرعت ایجاد کردن نمی توانستم، بلکه آن چیزهایی که پیش ایجاد کرده با تحلیل و علاوه و اختصار به چاپ آماده می ساختم و آن را چاپگری خودی اداره مجله که زن سال خورده تجربه اندوخته بود سفید نویس می کردم. بانوی حیات من یعنی بی جمال این کار را گاهی می کرد یا عموما نمی کرد. اصلا نوشته شما را چاپ کردنش لازم کاتبه ادارتان، زیرا برای این معاش می گیرد. اظهار می داشت، بلکه می افزود نویسنده نوبرآمد الحال نامعلوم نیستید که همسرتان یا معشوقتان دستنویس شما را چاپ نویس بکند. الهه هم داشت شکر عظیم، شهرتمند شده اید، چاپگری اداره مجله هم در اختیار شما. چاپگری سال خورده مجله برای آن که با پولی کرایی به نفقه رود و در پیری محتاج کس و ناکس نگردد، دستنویس های مرا زور زده پاک نویس و چاپ نویس کردن میخواست. هرچند این برایش با دشواری زیاد دست میداد که وابستگی داشت به خط پرپیچ کمینه. فقط چاپگرهای مشبیورای اداره صدا بر این سرکشی و ناز و نوز کرده نی و نیستان گفته نمیتوانست، زیرا آینده به نفقه رفتنش از همین وابستگی داشت. روزها میگذشته در زندگی دیگر شده من، زندگی که در آن نبود بانوی چاپگر با نامی مبارک. بلکه باره با ماشین جانب اداره مجله رفتنی بودم و نزد دانشگاه عظیم میان جوان پسران و دختران مشاهده کردم یکی را، بلکه شبیه بود به خود مبارک، یعنی دختی که وجود داشت زمانی در زندگی بنده. فکر کردم شاید به کدام فکولته دانشگاه وارد گشته که به خواندن بسته شده هر چیزی از سرش گذشته را فراموش بسازد، یعنی چیزهایی که وابسته بوده به مناسبتش به من. از ماشین فرآمدم تا مبارک را پیدا کنم. از نزدیک نگریستنی بودم حالا به وی تا آرام بگیرم از این. هرچند نمیدانستم روبروش بیستم چی بگویم، او هم چی میگفته باشد. با وجود این دیدن میخواستم مبارک را، دیدن میخواستم که مشتاقش گشته. دختران و جوانان زیاد در آبرا میکرده به بیناهای عظیم دانشگاه، ولی به چشم من نمی رسید دیگر مبارک. هرچند وارد شده بودم آنجا، اندرون بیناهای عظیم و پرحشمش می رفتم. یا شاید کسی من دیده که غیب زده هم شبیه مبارک باشد و خود وی نیست روی دنیا. هرچند مبارک را یا هم شبیه و را ندیدم، از دل گذرانیدم اساس مبارک زنده باشد و کاش بر حیات باشد. برای من زنده بودن وی مهم و ضرور شده. بانوی دیگر که به حیات من بیشتر ریشه دوانده مرا میکشید به زندگی خاصه خودش، یعنی چنین میکرد بی جمال. برای آن که تمام عمر در بدری مردم سرسان و آواره نباشیم، در فکری خانه و در خودی شدن هم لازم تأکید میکرد.
هرچند مراتب دیگر به عمارت عظیم دانشگاه آمده بودم که مبارک را پیدا بسازم، اما یافتنش میسرم نگردید. لیک بعدی دو و تاز و تشویش‌های زیاد من و زوجه صاحب خانه و در خودی هم شدیم. خانه نو که گرفتی همه چیزش باید موافق همین باشد، اظهار می داشت بانوی خاندانی من بیبی جمال. برای از جهاز زندگی پر کردن خاندان تمامی یافته و تافته مرا و مبلغی از حساب کتاب‌های تازه نشر به دست آمده را صرف می کرد. این حق قلمی همان قصه و حکایه و داستانها بود که کجنویس اونها را، سیاه نویس اونها را بانوی دیگر سفید نویس و پاک نویس کرده، یعنی مبارک. بانوی خاندان من باشد، دستموز آنها را صاحب می شد و فکر و تلاش مرا بیشتر به آن روانه می کرد از کجا مبلغ زیادتر دسترس کرده بتوانم. این مبلغ ها به من نه، بلکه برای آباد کردن زندگی ضرور، تأکید می کرد بیبی جمال، بلکه زندگی وابسته خودتان. گویا این زندگی و این خاندان بالکل به خود وی دخل نداشت، هرچند بیشتر و اصلا به خودش ضرور بود. هنوز نگاشته ها که زمان مبارک سفید نویس و چاپ نویس کرده و هنوز اندرون جوزدان های من زیاد بود به نشر می رفت و حق قلمی آن را بانوی در حیات من جای داشته صرف می کرد برای خانه های بر هوای زیباش، یعنی کالا و چیز و چاره می خرید. چنان می کرد که یکی دیگر را پره بکند، بلکه نسبت خریده های کسان گرانتر باشد. یعنی در این کار تا رفت هنرمند بودن خود را ظاهر می ساخت. در جا به جا گذاشتن اشیای خریده نیز استعدادی به همتا داشت. هر کس که به خانه ما می آمد یا خودی زوجم به مهمانی دعوت می کردش، این همه را دیده مفتون و شیفته می گردید. اینجا موزه‌ای بر این که همه چیز موافق و ساز. آخر آینده اینجا خانه موزه شود، خانه موزه نویسنده به همتا. چون این خلاصه می کرده شناس و آشناهای خاندان ما. ولی به من معقول نیست که در یک وظیفه شخص شده مانده شوهرم. اظهار می داشت زوجه به یار آشنا، یعنی یار و آشناهای افزایش یابنده خاندان ما. زوجه من از پی اصلاح کردن این شخصوی به تلاش پرداخته بود. کجاهایی می رفت و می آمد. در نتیجه من از مدیر شعبه به کاتب مسئول مجله، بعداً تا جانشینی سردار اداره برآمده بودم. این نقطه آخر نبود. دیری نگذشته سرمحرر هم انتخاب گردیدم. سردار اداره، یعنی سرمحرر بودم و این همه چنان برقصان به عمل آمده که حالان که تا نفقه برآمدن سرمحرری مجله همه شده نیم سال مانده، ولی چی گره و مشکل به سرش بار کردند، چی قدر اشاره ها ساختند که در صورت تعجیلاً و با اختیار خود از کار نرفتنش دایرش پرونده جنایی باز نموده به سود و پروکراتور بسپارند. یعنی از باعث این و آن کمبودی جای داشته. موسفید بیچاره شاید برای آن که آبروش به پورگی کاسته نشود، آخری عمرش به پروکرور و سودبازی نگذرد، از وظیفه اشغال کردهش دست کشید. در نتیجه به جای وی تعیین نمودند مرا. خلاص به کرسی موسفیدی شنانده بودند که یک وقتها مرا همچون استعداد امید بخشای ادبیات به این مجله آورده، زیر قنات گرفته تربیت نموده، جانب میدان فراخ و جاده دورروی ایجاد راهنمون کرده. ولی برای این رویداد نوین من اکنون عذر و معنی پیش آوردن نمی توانستم.
به استاد خودم. و چطور عذر پرسیدن ممکن بود؟ چنان که نمیدانستم بر مبارک روبرو بیایم چطور بخشش پیش می آورم. در برابر موی سفیدی از کار رانده شده درباره مبارک هم اندیشه می کردم. بسا خجالت زده، بلکه هستیم را پشیمانی پخش می کرد نزد هر دو، ولی غیر همین زیادتر کار انجام دادن نمی توانستم. چه جایی عذر پرسی؟ تأکید می کرد بانوی خاندانی من خجالت مرا احساس نموده. کمزوران واگذارند مدام جای خود را به زورهای نو برآمد. زندگی اصلا از همین خیل چیزها عبارت و در این زندگی کسی که خوبتر و بهتر بازی کرده تواند، ماهرانه و عیارانه تاب خورده تواند، پیروزی به دستش بگذرد. زوجه فکری مرا همی کشید جانب دیگر، یعنی جانبی که چطور پول و مبلغی بیشتر یافتن ممکن به منفیت خاندان، زیرا میخواست از دیگران والاتر بشود روزگار ما. مبلغی که به دست می آوردم در این راه صرف می کرد. برای مفتون نمودن آشناها، یعنی نشان دادن نوگانی های خانموزه ما، دعوت می کرد هرگاه مهمان. یعنی با همین وسیله مرا از گذشته دور مانده که در آن بانوی دیگر مانده دورتر بردن می خواست. مهمان قبول کردن بود و مهمان رفتن، بلکه زنک خوش داشت این همه را. بار من و زوجه به خانه یک شخص با نفوذ به مهمانی دعوت شده بودیم و رفته می توانستیم با ماشین اداره که پره در خدمت من گذشته، ولی بعد باران هوا چنان کشاده و مساعد و موافق و دلکشا و فرح بخشی بود که بحر دل را می کشاد، خیال و خاطر را بال و پر می بخشید، جسم را سبک و آزاد کرده به پرواز آوردن می خواست. از این باعث قدم بر نهادنی شدیم در خیابانی از آب آسمان شسته و مبرا. عالم همه پاکیزه بود، نه تنها جاده ها بلکه بینا، درخت و بوته و گلهای دو بری کوچه عظیم چنین میتافت. از هوای پاکیزه معطر ژرف و عمیق نفس میکشیدیم، براحت قدم بر می نهادیم و عقده های مغز و سر و هستی ما کشاده می گردید. یقینترش احساس می کردم چنینش را من. قدم بر می زدم و آرامی در می یافتم که چند مدتی آخر چنینش را احساس نکرده. روح بلند بودم از کدام چیزی برایم نامعین، بلکه آن به هستیم یک سروری ناعیان وارد می ساخت. کدام بانو و جوانمردی پیاده راه که از پیش می آمد همچنین حالت مرا داشت. زیر آرنج یکدیگر دست گذرانیده، به همدیگر چسبیده، بلکه گویا به یکدیگر تکیه کرده قدم بر می زده. این از محبت وجودشان گواهی می داد. به این جوان مرد و جوان بانو دیده دوخته بودم با میل و هوسی خاصه و گویا چنین حسی گوارا ادامه می یافت. ولی ناگه از میانی هوای تازه مصفا گویا برق برخیسته باشد، بلکه بطنم زده و برگذشته باشد که هستیم ویژه راست زده لرزش بخورد. زیرا بانویی که دستش را زیر دست و آرنج جوانمرد گذرانده قدم برمیزد بانوی شناس من بود، یعنی بانوی سابق حیات من، یعنی چاپگر مبارک، یعنی همانی که سیاه نویس های مرا پاک نویس، کج نویس های مرا راست نویس می کرد در زمان های گذشته. زنده بود،
سلامت و در حرکت. روی زمینی گردان چنین بود، حالان که گمان کرده بودم نمانده مبارک روی سیاره زمین. چشم نمی کندم از وی، بلکه حسرت زده و دل شکسته نبود بانو، آرام و خوشکام می تافت. این بالکل علیه تصورات شکل گرفته من بود، بلکه پهلوی جوانمرد قدم می زد. ممنون، مسرور، پر امید، پر فخر. پس کسی دلخواه را دریافته مگر؟ دریافته در نهایت. کسی که کیتف به کیتف وی پیوسته، دستش زیر دست وی بود، یعنی همدل و موافق باشند آنها. چشم نمی کندم از این، خاصه از بانویی که هنوز ندیده مرا، برای آن که خیالاً بسته بود به جوان مرد همشفتش. فقط او چنین جسمن و معنوان دوست داشته می توانست، فقط مبارک می توانست چنین. من چشم کنده نمی توانستم از وی، بلکه بیخبر از گردش ایستاده بودم. اقبال باطنی بانوی چاپگر را درک می کردم و او را خوشکام می دیدم و چنین بود. لحظه های گویا به آخری گوارا. ولی یک وقت صدای بیامد، بلکه آمده بود از پهلو. معشوقت را سالها از همه طرفش تماشا کردی و سیر نشدی؟ برای همین باز گرسنه بر این می نگری؟ چه گفته؟ مگر زوجم باشد؟ این سخن واداشت مبارک را که جانب ما بنگرد. تکان خورده بود از دیدن من، قدمش سست گردیده، از جوانمرد پهلوش جدا شدنش را نفهمیده مانده. دیده پر حیرتش را کندن نمی توانست از من، بلکه در هستیش و اندامش آثار خستگی پیشین پدید می آمد. خستگی و بی‌حالی که خاص قیافه بانوان چاپگر بوده. از او چشم نمی کندم. از مبارکی که در حیات گذشتم موقع داشت، بلکه موقع مهم. یک وقت هم دیگر را خوب تماشا کرده سیر نشده؟ تاب ناورده بود با زوجه، عاشق و معشوقه سابقه، افلاسا. مبارک تکان خورده بود از شنیدن بدگویی ها. جوانمرد که پهلویش بود همچنان تکان خورد، یعنی از سخن اوریان و تحقیرآمیز زوجه من چنین شده. مبارک حیرت زده و شخ شده می ایستاد. هنوز از من و زوجم چشم نمی کند. نگاه هم را نمی کندم از مبارک. بعد این قدر سال باز شرم نداشته چنان به همدیگر می نگرید که اورنگاس زده بود زوجه. یک وقتا درون جایگاه خوب تماشا کرده بودی معشوقت را، ولی گرسنه بر این می نگری هنوز. زهر زده بود. مبارک لرزیده بود از نو. جوانی هم پهلویش تکان خورده، زوجم همانا خب نمی ایستاده. چشمان مبارک را پرده می گرفت. جوانی پهلوی وی از گفته های زوجه من بیشتر سرفهم می رفت بر رویداد سابق، یعنی از مناسبت عاشقانه من و مبارک آگهی می یافت. خاصتاً که مبارک دم بدرون بود و گفته های زوجه مرا رد نمی کرد یا خطی بطلان زدن نمی توانست در این حالت ناگهان سر زده. پرده آب چشمان مبارک می لرزید. سیر نشده بودید از عشق ورزی دور و دراز پیشینه که با نگاه کنده فرو بردن می خواهید یکدیگر را؟ جوانی پهلوی مبارک سخت‌تر به تکان آمده بود. بعداً از چی باشد تاب خورد. گویا رفتن می‌خواست، بلکه ایستاده بود چند قدم پس، بلکه برگشته بود یک باره، بلکه جانب زوجه من می آمد. از ضرب آمد وی زوجم هراسیده دم بدرون شد، بلکه در پشت من پناه گشتن می‌خواست.
با وجود این جوان از پهلوی من تاب خورده گذشت و به زوجم بچسبید. مار زهرزنه از میان دندان جوان بیرون زده بود غضب پرطوفان. زوجه مرا سخت لرزانده بود پنجه قوی جوان و از گریبان من هم چنگ انداخته بود با دست دیگر. پنجه های آهنینش گریبان و گلوی مرا امثال پنجه های عقاب پخش می کرد. شاید قصد مبارک را گرفتنی بود از من. این همه به چی می انجامید نمی دانستم. زوجه مدام غالب من پکر و کرخت و دم به درون بود. نفسگیری من باشد تنگ می گشت. شاید جوان تا دم زنوکم را چنین دارد که نفسگردان شده چشمانم سیاهی زده بیفتم، بلکه سختر فشرده می شد خیکرتکم. نفسم در مانده بود در قفسی سینه. پنجه های آهنین سر نمی داد خیکرتکم را، ولی کسی دستان جوان را جدا کردن می خواست از گریبان و گلوی من. مگر زوجم بود که جان و قوت دریافته تلاش دارد برای خلاصی بنده، ولی فهمیدم دستان کسی دیگر باشد. لازم نه پیچ راست میزد همان نفر، بلکه التجا میکرد برای جوان قوی پنجه. لازم نه اینها تو را تحقیر و زیر پا کنند و مسخره کنند و تو باشی. علت کرده بود جوان. لازم نه آخر چیزی در گذشته مانده را اصلاح کرده نشود. شتاب زده بود پیچ راست مبارک. رها بکن این را. جوان دستانش را از گریبان من جدا کرده بود با علت و سیلتو که سخت تکان خوردم. جانب مبارک طرزی نگریست که نخواد هر چیزی این زن گفته در حیات گذشته وی بود و بود با این جوان مرد، یعنی با من. مبارک سری اضطراب ناگهان تا این دم بعضی چیزها را آشکار کرده حالا خاموش مانده. خاموشی نشان تصدیق باشد مگر؟ چرا خودش را سفید نمی کند مبارک و چیزهایی در گذشته مانده را رد نمی سازد که جوان نمی دانسته؟ شاید دروغ گفته می تواند مبارک. این باز حمایه کرده با علت و قهر اشاره کرد جوان طرف من. استرابش بیشتر شده بود. چیزی در گذشته مانده را اصلاح کرده می شود مگر با جنگ و جدال؟ سخنی مبارک بود. جوان سخت‌تر تکان بخورد. مبارک هنوز می ایستاد پیش راه جوان. یقین‌ترش سپر بود به تن من. یعنی از حمایه وی دست کشیدنی نیستی؟ جوان حیرت زده از مبارک چشم نمی کند که هنوز می ایستاد برای دفاع من پیش روی من. بلکه جوان یک بار تاب خورده رفته، بلکه ایستاده بود از نو. شاید برگردد با سرعت بیشتر و ضربه بیزند به من و زوجم. اما در دفاع من ایستاده بود پیش برم مبارک. فقط به مبارک می نگریست جوان حالیا. مبارکی که میانی من و خودش بود، بلکه دیگر گویا خلل نمی یافت این سکونت و شخشوی و چون این طول می کشید، ولی خنده میان این سکونت رخ نبیزد. چون این شده بود باز یک باره، بلکه خنده ای که قوت می گرفت. کی می خندد در چون این وضع؟ مگر زوجه؟ جوان ایستاده بود که شاید مبارک برود جانبش، اما بانو شخ شده و مانده بود همانا پیشاروی من. زوجه من باشد می خندید، گویا فقط به حال من و وی نی و به حال عاشق مبارک هم خنده می زد. یعنی به حال جوان مرد خنده می زد که ببین معشوقه چطور حمایه کردنی می شود مردی بانوهای دیگر را. جوانی آشفته نهایت تاب خورده بود، بلکه رفته، بلکه دورتر می شد، بلکه این بار نیستاده.
با قهر و عتاب گام برمی‌زد وی. پرده آبی که در چشمان مبارک می‌لرزید غفص می‌گردید. جوان دورتر رفته بود. پرده آب چشمان مبارک شکلی 2 قطره می‌شد. جوان در خمگشت تاب خورد و غیب بزد. آبی چشمانی که شکلی 2 قطره را گرفته بود برچکید بر رخسار مبارک. زوجم میخندید همانا، میخندید بلند. بیشتر پی میبردم از محبت نهان دل من و مبارک پوره آگه بوده، بلکه از آخرین رشته های باقی مانده خاطره و اعتقادی بین ما با خبر که آگهانه اوستاکارانه بر میکند، چنین بر میکند با تیغی زهراگین خنده هاش. یعنی چنین هنرهایی داشته که پرده لرزان اندرون کاسه چشمان مبارک باز 2 قطره شده فتاده بر رخسارش. خنده زوجم پایان نمی یافت، بلکه بالاتر می خیست. مبارک تاب خورد نهایت. گویا یک چیزی مهمی دیگر به یادش رسیده، بلکه درباره آن جوان فکر می کرد که رفته. مگر از بحر مبارک برآمده بالکل؟ و مبارک اینجا مانده نگاهش را به من آورد و پسان برکند، زیرا زور میزد تا رفته باشد. خود براهی رفته باشد که غیب زده. جوانی که یقین خونی تیز داشته و از بحر مبارک برآمده. بانوی سابقه چاپگر قدمش را می تیزاند. حالیا مبارک که مرا از دست داده، از پسی من و زوجه من شده، جوانمردی دیگر را هم از دست داده. جوانمردی که رفته و دیگر به چشم نمی رسید. تمام هستی مبارک فغان داشت نهان و در چنین حالت دور همی شد از من، بلکه تکان می خورد، بلکه دویده بود نهایت. من شخ شده و کرخت مانده. هنوز می نگریستم از دنبال مبارکی که در خمگشت پناه گردیده. زوجم همی خندید، بلکه خنده هاش آهنگ غالبانه و طرب می گرفت. یعنی غلبه خود می انگاشت رخ زده را. مبارک دیگر به چشم نمی رسید و پکر و حیران مانده بودم من. وقت می گذشت ناعیان. چی؟ تمام عمر شخ شده ماندنی تو؟ اشاره کرده بود زوجم برای من و می ایستادم هنوز شخ شده. زوجم با کتفش تیله بیداد مرا. رفتیم اکنون. بار دیگر با کتفش مرا تیله داد تا قدم گذاشته باشم. نااستوار قدم می زدم و هوای مساعد و دلنشین و پاکیزه و معطر را احساس نمی کردم و دیگر آن را ژرف فرو نمی کشیدم سوی شوشی بالکل تنگ شده، بلکه حس نمی کردم چقدر رفته و کی رسیدیم به منزل دعوتی. شما گفتاری 5 را از روی داستان نویسنده شیرکی آریان عشق آسان و مشکل در قرائت هنرمند خلقی تاجیکستان قربانی صابر شنیدید. پایان گفتار از سلسله خوانش ادبی.